بینندگان عزیز، این برنامه طبی معنوی است که این شامگاه باز طریق تلویزیون رگر منظور خاندان شما میگردد و چون هر وقت در برنامه طبی معنوی دکتر محمود کبیری تشریف می‌آورند و درباره این و اون بیماری به شما معلومات می‌دهند. خب دکتر محمود کبیری رو به برنامه طبی معنوی خیر مقدم میگوییم. بینندگان عزیز، امروز ما درباره بیماری‌های عائله به شما معلومات می‌دهیم و دکتر کبیری در این بخش پیوسته کوشش میکنند که درباره موقع و ماهیت همچنین پیشگیری بیماری‌های عائله به شما معلومات دهند. خب دکتر کبیری میگفتید که آیا بیماری‌های عائله ارزی هستی دارند یا نه؟ شکر خدا و وطن آباد، ما باز پای در هم آن تاریکی‌های بیماری‌های گوناگونی که در جمعیت ما رخ زده بودند و در آینده پیدا شدنشان ممکن ما روشنی انداخته ایستادیم و امروز البته موضوعی رو ما میخواهیم به بینندگان تلویزیون رگر معرفی سازیم که این بیماری عائله هست و آدمان فکر میکنند که کسل فقط آدم میشود، وقتی که آدم جزوی از عائله هست البته تاثیرش به سترکتور ساخت عائله میرسد. وقتی که یک یا یک چند اعضای عائله بیمار که شدند، در آن حالت ما با ظهورات بیماری عائله روبرو میشویم. برای اینکه ما درست‌تر فهمیم که عائله چیست و البته این اتفاق زن و مرد، فرزندان، نزدیکان، کسانی که به همون عائله منسوبند عائله نامیده می شود. عائله خشتی از جمعیت است و عائله ها مانند خشت دیواری خانه جمعیت را می سازند و چون جمعیت هست، البته فردها و عائله ها عبارت است و تصور کنید که جمعیت ها جمهوری ما را می سازند که در هر ناحیه، در هر شهر جمعیت های خود را دارند، یعنی که گروهی آدمانی که هم عقیده هستند زندگی می کنند یا که عقیده های یکدیگر را زیر تنقید یا که آنها را طریق یعنی درست می کنند. و تصور کنید که طبیعت هم چنین هست و تمام عالم، تمام هستی چنین هست که دنیا از ذره‌چه ساخته شده است و ذره‌چه ها دنیا را آفریدند. مثلا آب از قطره ساخته شده است و بینید که گالاکتیک از ستاره ها، جنگل از درخت ها و البته هر یکی آن در برابر خود بیماری خود را دارد و از آن جمله چیزی که گفتیم بیماری عائله. البته عائله ها بیمار می شوند و عائله ها را تبابت کردن لازم. تشکر زیاد میگویم دکتر محمود کبیری. به فکرم عائله سالم میتواند جامعه سالم را بنیاد بسازد. خوب میگفتید که سبب‌های بیماری عائله در چی است؟ در پیدا شدن بیماری عائله سبب هستند که این سبب ها البته سبب‌های میتوانند روانی باشند، سبب‌های خاراکترآمیز میتوانند باشند، میتوانند سبب‌های اجتماعی باشند، سبب‌ها میتوانند این عقیده باشند که عقیده هاشون گوناگون باشند و البته این مبارزه زن و مرد در پیشوا شدن در مسئله عائله و عائله داری هست. و اون چیزی که در حقیقت دیده می شود در تاجیکستان ما که مردم آنقدر به بیماری های عائله توجه نمی دهند، هرچند که آنها توبه شوندند و در حالتی که زن و مرد رقابت می کنند در مسئله به دست در آوردن بودجه عائله و آن را استفاده بردن و سمت های دلخواه خود، انا در همین حالت اکثر جنجال ها سر می زنند و اگر که روانشناس یا شخصی با عقل با حکمت در حالت باشد که آنها را بفهماند و تواند که یک به اعتدال بیارد و حالت احساسی آنها را دیگر کند، می تواند که این بیماری برهم خورد. در صورت برهم نخوردن این رقابت لیدری پیشوایی در عائله باعثی صرف کنی عقل خود در یافتن کمبودی های یکدیگر شده، عاقبت این به ضمشوی احساسات مثبت آورده
متاسفانه به جدایی میبرد. این خیلی حال یعنی یک واقعی ناخوش هست و بدانند که بیماری های عائله هم تبابت می شود. فکر میکنم که دکتر محمود کبیری هر یک زندگی دارای کمبودی‌ها هست و پرابلم‌های خویش را نیز دارد. شاید صبر و تحمل دو نفری که در زندگی حصه ارزنده دارند، زن و مرد، آنها را به سوی خوشبختی باید برد. این دو نفری که در زندگی مسئولند، یعنی زن و مرد، یعنی که پیشبرنده زندگی که به تربیت فرزندان مشغول هستند، یعنی که مردم ما در حالت گرفتار شدن بیماری عائله چیکار میکنند؟ چون وقتی که حالتی آب و هوای خانه ویران می شود، مرد که بیرون از خانه هست وارد شدن به آن خانه نمی خواهد و چون بیاید می داند که جنجال می شود و از پی کافتن کمبودی یکدیگر می شوند و احساس منفی زیاد می شود که در این حالت کودکان بسیار سخت آسیب می بینند و آبروی انسان پست می شود. در این حالت یا به لطوکو می رود که از حالت احساس جنجال، یا اینکه مردها میل به جایهایی می کنند که کمی بیاسایند، این یا که به نوشیدن که آرام کنند خودشون، یا که به پیش زنهای دیگری می روند تا اینکه یک دل خود خالی کنند، یا که این زن می تواند مادرشان باشد، می تواند خواهرشان باشد، می تواند معشوقهشان باشد، یا که مصلحت می پرسند از نزدیکان، از خویش و تباران خود که چیکار کنند در این حالت. زنها باشند اکثر وقت طرفداران خود را در خویش و تبار خود می کوبند و کوشش می کنند که با احساس و گریه نشان دهند آن عذاب خود را و پای در هم سیاه کردن شأن و شرف شوهر خود میکوشند و البته عمل یکمشون این پیش فالبین رفتن است. متاسفانه مردم ما داشتند پیش چنین آدمانی که کتاب کشایی میکردند و اینا اهل روحانی بودند، میتوانستند با واسطه ستاره شناسی اسلامی بعضی مثلا خلق و اطوار رفتار آینده انسان رو موافق حساب و کتاب ابجد یا حساب و کتاب ستاره ها و حساب و کتاب مثلا وقت های طبیعت میتوانستند که بعضی چیزها رو بگویند و بعضی چیزها رو فهمانند. متاسفانه این چیز در زمان شروع از بین رفت و طلبات مردم در آینده خود دائم که هست میخواند آینده خود رو فهمند. این مردمی که درست کار میکردن از بین رفتند و کسانی پیدا شدند که میگویند مانندی سحر سیاه و سحر سفید گفته تنگ کرده از جمعیت آنها رو چیزهای حقانی رو بیرون کردند. و در این حالت وقتی آنها با آنها مراجعت میکنند البته میگویند که مرد اگر در کجای کار مشکلات داشته باشد در یگان مشکلات های دیگر جمعیتی رو برای میشود که توجهش به آن بسیارتر است. وقتی که در خانه دقت نداد فکر میکنند که البته رو تومار کردند یا که به گرفتاری کارهای دیگری شده است که خوشش رو بود. نمیدونند که عیب در خود مثلا زن هست یا که در خود مرد هست که هر زمان حالتی آب و هوای خانه رو ویران میکنند که در آمدن به آنجا آدم خودش رو ناراحت حس میکند، بی‌طاقت میشود. و البته در این حالت وقتی که آنجا که رفتند این گپا که گفتند سر میشود گفتگوهای دیگری راه حل، یعنی که به زنبی رود، یعنی که شعوری مرد یا شعوری زن را در زیر فشاری تاثیرات های گوناگونی با مانندی میگویند سحر یا که زکدی روانی، یعنی که تلقین مرد به این یا آن کار سر میکنند و این سببی بیمار شدنی یا مرد و یا زن میشود و جنجال به همین حل نمیشود، برعکس جنجال باز فروزانتر میشود، مانندی که در آتش روان میپرتایند همینطور باز زیادتر میشد. این آن چیزی مقرری بود که در مردم ما از میشود و نمیدانند که ما بر این کسانی پیدا شدند که میتوانند این مشکلات ها رو تا 70-80% آن رو برهم دهند، چون که سبب های جنسیت هم در اینجا 70% را
نقش می‌بازند. سبب‌های دیگری مثلا مناسبت‌های خود عائله با جمعیت می‌تواند که تاثیراتی خود را در اینجا رساند. یعنی در این حالت اسباب ندانستن مردم ما به شکل مقرری چنین رفتار می‌کنند و البته این آورده عاقبت به مناسبت‌های مشکلی بین اولادها یا که خویش و تباری آورده رساندنش ممکن است که می‌تواند خیلی وقت در شعور حتی فرزندان و کودکان رسد که این سببی ضرری نه تنها خود انسان بلکه نسل آن شدنش ممکن است. سالیان اخیر در امین جمهوری تاجیکستان ویرانشوی عائله ها به نهایت به نظر می رسد و روی به افزایش هم دارد. شاید آنها بیماری عائله باشند. به فکر شما چی باید کرد؟ اگر با تاریخ بینگریم، تاریخ عائله داری بسیار وقت جنجال های حتی بین دولت ها هم از چنین سر می زدن و یکی از دولت های کلان کهن ترویا از حسابی جنجالی بین مثلا عائله‌ای بود که برهم خورد. و خود خداوند هم در قرآن عظیم و شان به این چیز توجه داده است و البته بفرمانده که بر طرز مشخص آیاتی مشخص گفته است که بفرمانید و با آنها نزدیک نشوید در دویم مراتب و سه مراتب حتی که زدن را گرچند که در قانون حاضره این منع است ولی به شکل یک تربیوی که جراحت جسمانی نگیرد و سبب سلامتی از ضرر نرساند گفته است و چون گفته است اگر که نشد با یک مصلحت بین یک دیگری چنین آدمان رو چنین زن و شوهر رو جدا کردن واجب است. البته که ما در زمان حاضر زندگی میکنیم اکثر وقت عائله ها امکاناتی به هم زیست کردن ندارند چون که چقدر دور و دراز جنجالشون دوام کنند همانقدر مشکلتر چقدرتر و سختتر بیماری عائله می شود ولی به هر حال امکانات هست که بیماری های عائله برطرف شود. کدام عائله ها نمی شوند؟ آنهایی که جهل دارند و کینه و نفرتشان زیاد هست. پس از این بر می باید که تربیه که حتی پرزیدنت ما هم در این مسئله هنوز از آبان کودکی دقت مخصوص می‌دهد و کودکسی عائلوی هست که تیار کردن مردم به حیات عائله‌داری و تربیه مخصوص رو گرفتن در مناسبت عائلوی یا اینکه اطلاعات لازمی گرفتن در چون حالتها در خارجه به نزد پسیکوتراپیست یا که پسیکولوژ عائلوی میروند مانند ما مثلا روحشناس که ما کار کرده برآوردیم راه‌های مخصوصی تفاوت بیماری‌های عائله را و باز یک چیزهای نو در خارجه برآمده است که آنها کوشش میکنند که با هم با زن و با هم با مرد همصحبت شوند و آن سببیتی که در بین این دو کس پیدا شده است و سبب جنجال شده است آن را روشن کنند چون که اکثر وقت در عائله‌ای که جنجال میشد نمیدونند که سبب جنجالشون چی هست فقط با سفید کنی یکدیگر سر کار برند ما این رو میخواهیم که بخصوص تشکیلات جمعیتی که در شهری ترسانزاده میخواهیم که بررسی کنیم و اون رو مردم رو کمک کنیم. تصور کنید که ما چقدر میتوانیم حالتهای بیماری های عائله رو مرهم دهیم و با آنها کمک کنیم و آنها رو به شکلی مثلا پروفشنالی یاردم کنیم و آنها فرزندان خود رو تربیه کنند یا که اگر در حالت جدا شدن هم که نه سبب جنجال و حالتهای احساسی شود بلکه به یک عقلی رسا چون که البته در حالتهای بیماری‌های عائلوی احساسی منفی بسیار ضرری سخت می‌رساند و در این حالت باید مراجعت کنند و آن پیشینه بر این کارهایی که پیش فلان کس رفته یا که فلان کار کردن یا که سحر کردن یا تومور کردن یا که پیش کسی رفتن که افتریت هست و آنها را آمدن میتواند که به اعتدال بیارد. البته این چیزها رو مردم ما به یک شکل عادت میکنند لیکن برای آن که خلق ما مردم ما
مملکت ما که به جهان تمدن حاضر قدم زده ایستاده است و ما دولتی خوببنیاد دموکراتی ساخته ایستادیم و بیماری های اویلایی مانند بیماری های دیگری که شخص ها میشوند دیده میشن و در آینده هم میشن و ریسیپت مخصوصی ما تیار کردیم که میتوانیم که سببی آرامی و آسودگی اویله و به هر حال اگر که دیگر وریانت های باشند بی ضرر یکدیگر آنها به خلاصه های خود بیاید. خب اینجا شرح میدادید که وقتی که در اویله بین زن و مرد جنجال می شود خواه نخواه مرد یا زن عصبانیت می شود و به این یا آن بیماری گرفتار می شود. آیا بیماری های اویلوی توبت کرده می شود یا نه؟ البته وقتی که با بیماری های اویله همچون یک بیماری یک فرد یک عضو یک قسم یکی از یک چی که حال گوییم که روبرو میشیم بسیار وقت ما میتوانیم که آنها رو به صور بیاریم تا 70% اویله ها برقرار می شوند و این فایده زیادی به دولت و به جمعیت است و مساعدت کردن به فعالیت کار ما البته یکی از سمت های استراتژی های خودی دولت هست که دستگیری چنین کسان یا که تشکیلات هایی که به خلق به دولت به حکومت فایده زیادی میارن. تصور کنید که از اویله بیمار میشه خیلی فرزند وجود میده و خودی انسان هایی که در بیماری های اویلوی گرفتار میشن آنها خودشون بعدی یا که جدا شدن یا که بعدی ساز شدن مناسبت های اویلویشون بیمار میشن، یعنی به بیماری ماندشوی عصب گرفتار میشن. مانندی که انسان مثلا در بیمارخانه توبت میکنن بیماریش رو دکتران نقض میکنن ولی ریابیلیتاسی برقرار کنی اون لازم است که آن باز از دست ما دکترانی برقرار کننده میگذارد و اویله رو هم برقرار باید کرد طرفی روانیش رو یکی پسیکولوژیسک ریابیلیتاسی میگویند. فکرها، کینه ها، نفرت ها، اندیشه های گوناگونی که بعدی آن در انسان میمونند آن خونگی هایی که در سرینگیری آنها هست آنها نه تومور هستند نه یگان سیر هستند، آنها فقط آن مناسبت های احساسی منفی هستند که بر روح و روان یکدیگر تاثیر میرسانند و البته برای آن که ریسیدیف یعنی دویم مراتب باز اویله بیمار نشود باید از ریابیلیتاسی های ما گذرد و ریابیلیتاسی های ما برقرار کنی اویله ها شخصان بیمار در ما رایگان است و از حسابی اون که ما تشکیلات جمعیتی داریم و دستگیری که ما را شخصانی میکنند که برای که چنین آدمان را ما توانیم که برقرار سازیم اویله ها را برقرار سازیم و تصور کنید که خود دولت در یک آدمی که اگر اینوالید باشد از حساب این یا آن گروه اینوالیدی داشته باشد تصور کنید چقدر پول صرف میکند دولت و وقتی که ما توانستیم که اونو برقرار کنیم و از آن معیوبی او رو بیرون کنیم و یکی از فردهای مثلا جمعیت شخصی جمعیت شد که به جمعیت فایده بیارد فرزندان خود را تربیت کند اویله خود را سالم نگه دارد این برای دولت فایده و برای مردم فایده عظیم است. دکتر محمود کبیری تا آنجایی که عیان است برای به سن کمالات رساندن یک فرزند چقدر پدر و مادر زحمت میکشد حتی برای بنیاد کردن یک اویله خوشبخت یک اویله سالم در این دور و زمان به نهایت دشوار است. میخواستم مصلحت میدادید به آن بینندگان به آن تماشابینان تلویزیون رگر که امروزها از همین جنگ و جنجال ها خود را در کنار بگیرند و یکدیگر فهمی بکنند و شاید به آنها درس عبرت هم باشد که در زندگی چی باید کرد و یکدیگر فهمی دو نفر میتواند در زندگی به قله‌های مراد برساند. طی چند ماهی که ما فعالیت کردیم در وادی حصار شادمان و اثبات نمودیم که ما کسب خود را نقص میدانیم و البته ما خرسند از آن شدیم که مردم هم این علم ما را نقص قبول کردند. هزارها آدمان را ما توانستیم باز به منزل سلامتی بریم و مشکلات های آنها را برطرف کنیم. از آن جمله بیماری هایی که در اویله می شوند اینها هم تبابت شوندند
به هر حال حالتهای برآمد از هر گونه مشکلات ها هست و این ریسپت در دست ما هست. بینندگان عزیز، ما باوری کامل داریم که پس از پخش گردیدن این برنامه که درباره بیماری اویلا به شما دکتر محمود کبیری معلومات خوب دادن، شما یک دیگر فهمی میکنید و در نبرد زندگی همدیگر را میبخشید و با همدیگر زندگی خود را دوام داده و به سوی قله‌های مراد قدم می‌نهید. در اینجا برنامه طب معنوی به پایان میرسد. خیر تا برنامه دیگر شاد و موفق باشید.